اسیر ظاهر و رنگ و هوایی گمان کردی که خوشبختی همین است، خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی. برادر و خواهر عزیز، آیا میدانی که خوشبختی در چیست؟ آیا خوشبختی در مال و ثروت است؟ آیا خوشبختی در زن زیبا داشتن است؟ آیا خوشبختی در ماشین‌های گرانبها و خانه‌های با دبدبه داشتن است؟ نه برادران و خواهران عزیز، خوشبختی در آن است که یک لحظه انسان به گناه و به نافرمانی پروردگارش بگذرد. ما می‌بینیم که بسیاری از ثروتمندانی هستند که تمام چیزهای دنیا را دارند، در این دنیا باری هم محتاج نشدند و با تمام ناز و نعمت زندگی میکنند، ولی خوشبختی را حس نمی کنند، زندگی آرام و آسایش ندارند و این همه چیزهای آنها موقتی است که دیر یا زود از دست می رود یا همه آن را ترک کرده به دار آخرت می روند. اما اگر انسان صبر کند و گناه و نافرمانی پروردگارش را نکند، خداوند او را دوست می دارد و از او راضی می شود و برای او زندگی جاودانی و ابدی را نصیب و روزی می گرداند که خوشبختی در همین است. صبر خیلی تلخ است ولی اجر و ثواب بزرگی دارد. وقتی صبر کرده دست به گناه نمی زنی، خداوند از تو راضی می شود و تو را دوست می دارد و دعاهای تو را اجابت می کند که مقصد هر فرد مسلمان همین است. وقت برای انسان بیگناه و گناهکار برابر می گذرد، ولی وقت تو صبر می کنی همین وقت تو بیگناه می گذرد. پس ای برادر و خواهر عزیز، تو می توانی که خوشبخت شوی و خوشبختترین مردم باشی. اختیار با توست. صبر کن که لحظه های تو بیگناه بگذرد، پس تو خوشبختترین مردم می شوی. اسیر ظاهر و رنگ و هوایی گمان کردی که خوشبختی همین است، خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است، خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است.